Ulu Tanrı'nın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. انصاف علی هدایت برنامه 105 مهندسی جهل رو آغاز میکنه و مستقیم میرم بر سر کتابی که دانلود کردیم تا ببینیم که کدوم کتاب امروز برای شانس ما میاد که اون رو بخونیم. علم انشا رو سری قبل خوندیم و علم توحید و علم عقاید. در برنامه قبلی مهندسی جهل عرض کردم خدمتتون که در گذشته به هر تخصصی علم میگفتن، البته نه تخصصهای فیزیکی، هر چیزی که از طریق کتاب و اینجور چیزا آموزش داده میشد بهش میگفتن علم. یه بخشی از علم اون زمان بوده، حالا چه دینی باشه چه هر چیزی که بوده، یه بخشی از فعالیت‌های علمی بشر بوده. ممکنه ما امروزه بر اساس معیارهای امروز و بر اثر پروپاگاندایی که امروزه در مقابلش هستیم اینها رو قبول نکنیم یا قبول بکنیم. این خیلی در عصر گذشته تأثیر نمیکنه. ما نباید به همون دامی بیفتیم که ایرانی ها افتادن و فارس ها افتادن و اون اینکه بر اساس تعاریف امروز دیروز رو تلاش میکنن درک بکنن. وقتی از شهر صحبت میکنن در ذهنشون و در تعریفاتشون شهر امروزی هست، در حالی که در گذشته مثلا 100 سال 150 200 250 سال پیش چنین شهرهایی وجود خارجی نداشت، نمیتونست داشته باشه. و در نتیجه ما با یک ذهنیت مهندسی شده امروزی طرفیم که گذشته رو بر اساس تعاریفی که در مدرسه و دانشگاه یاد میگیریم یا از طریق تلویزیون و این مهندسان جهل به همون یاد میده تلاش میکنیم درک بکنیم. در نتیجه به یه تناقض میرسیم، درک درستی از گذشته نداریم. من در اینجا تلاش میکنم که درک درستی از گذشته داشته باشیم. درک درست ما از علم در گذشته، انسان از علم در گذشته، هر چیزی که از طریق کتاب و کتابت در مدرسه یا در حوزه، در هر جایی که حالا مکتب در گذشته حوزه هم وجود نداشته، در مکتب یا دارالفنون اینها آموزش میداده بهش میگفتن علم. حالا حتی بعضا به تجربه هم علم گفته میشد، این هم یه بخشی از اون. امروز کتابی رو باز میکنیم که در بالا عنوانش رو گذاشتن علم توحید و علم عقاید. نگاه کنید، چون انسان ها در مورد عقایدشون هر دینی یه تعدادی میشینن فکر میکنن و اونها رو عقلانیش نشونش میدن و انسان ها در نگاه اول اینها رو عقلانی میابن، بهش گفته میشه عقل. چرا؟ یه کار عقلانی دیگه، به هر حال انرژی عقل رو اینجا فعال میکنن تا بتونن موضوع رو درک بکنن یا عقلانیش بکنن یا کتاب براش بنویسن، کارهای تحقیقاتی بکنن و اینها. این علم از این منظر علمه. حالا علم توحید در اسلام چون به یک خدا اعتقاد دارن و توحید عبارت از وحدت، در نتیجه اینها فلسفه براش درست کردن برای اینکه این رو بتونن بباورانند و قبولش بکنن جامعه و در مقابل دیگر ادیان بتونه قد علم بکنه، مبارزه بکنه، بایسته، دوام بیاره در مقابل اونها. این رو عقلانیش کردن، یعنی اومدن بهش علم گفتن و فلسفه براش درست کردن. علم عقاید با علم توحید یکیه در اصل، برای اینکه وقتی از توحید صحبت میکنه یعنی میخواد خدا رو اثبات بکنه، میاد تمامی چیزها رو وارد میکنه. حالا بعدش میگن که این بخش عقلانیش، حالا عقاید هم بخشی از اون هست، فرقی زیادی نداره. بخشش هم اجراییات یا اعمال روزانه هستش که اونم
بهش شرعیات گفته میشه یا فقه گفته میشه، که البته فقه در یکی از جلسات قبلی عرض کردیم به این معنایی که امروزه داره استعمال میشه نبوده. فقه به معنی فهمیدن، تفقه به معنی تلاش کردن برای درک یک مطلب. امروزه به یک سری دستوراتی که ملاها میدن که این کارو بکنید، اون کارو بکنید، این کارو نکنید، اون کارو بکنید، به این میگن فقه، در حالی که این نبوده. یک نوع دزدی هستش. حالا من قرار شد که دیگه روی فیزیک کتاب خیلی صحبت نکنم. الان 5 دقیقه است دارم صحبت میکنم. فیزیک کتاب رو ببینیم. ببینید این یک چرمی هستش، روش هم یک نقش و نگار بسیار زیبایی دیده میشه. در حاشیه چرمی هم یک نقش و نگار زیبایی بوده. یک بار این کتاب، این چرم از بین رفته، بردن دادن به یک آدمی که کارش بگیم تعمیر کتاب و جلد بوده، دوباره از همون رنگ براش جلد گرفته. این کتاب اینجا یه شماره 62، حالا هازا کتاب رو نفیس، احتمالاً کتاب و نفیس علیت ان لا غیره نفیس ان لا غیره الا برهنه قوی تکونه اندی نظیره. نمیدونم این کتاب هستش چی می نویسه اینجا، خوندنش هم یه مقدار سخته. با یه خط زیبایی اینجا نوشته و یه خط دیگری هم اینجا هستش که ابراهیم چیچی صاحب این کتاب است. صاحب کتاب مخطوط، حالا چیچی ابراهیم پاشا هستش. این کتاب در احتمالاً سلیمانیه کتابخانه است نگهداری میشه. اینجا میبینیم که مثل کتاب‌های دوره عثمانی با یک کادر زیبا مثل گنبد مسجد روبرو هستیم و 2 مناره و رنگ آبی و طلایی و زیتونی و اینها که متاسفانه در طول زمان از بین رفته. کادرسازی در 2 صفحه وجود داره و ادامهش هم میبینیم. حالا اینجا با خط کتابت هم روبرو هستیم که بدون استاندارد، یعنی بدون اعراب یا بدون صداگذاری هستش. حالا به نظر من میاد که این ترکی باشه. بله ترکی هستش و از صفحات بعد هم میبینیم که از رنگ قرمز برای نوشتن استفاده کرده که در 1-2 جا من الان اینجا میبینم از بین رفته یا خیلی کم رنگ شده. اینجا هم همینطور فصل ها رو مشخص کرده، زیر بعضی از کلمات خط کشیده، کتاب آب کشیده، خیلی کهنه شده ولی خب قابل استفاده هست، متن دیده میشه. عربی ها رو یه مقدار صداگذاری کرده، یه مقدار که چه عرض بکنم، تمامی متون عربی یا کلمات و جمله های عربی رو صداگذاری کرده، اعراب گذاری کرده و خط کتابت در اینجا تغییر میکنه یه مقداری و دوباره در اینجا برمیگرده. این کتاب در 129 صفحه یعنی 248 صفحه احتمالاً، یا بله 248 صفحه این کتاب نوشته شده. دیگه من خیلی روی این بحث نمی کنم. از هر 50 صفحه یک صفحه رو نشون میدم که ببینیم تغییراتی درش انجام گرفته یا قلم تغییر کرده. میبینیم که خیلی جالب هستش و میریم صفحه 100 کتاب. صفحه 100 کتاب هم داریم این چند صفحه رو میبینیم، خیلی زیبا مونده. دوباره همون شکل، یه مقدار خط به نظرم یه مقدار اندکی خط تغییر میکنه اما
خیلی برای من قابل خواندن هستش، ولی در صفحه 102 با یه چنین وضعیت مواجهیم که ظاهراً مرکب رو حالا چه شکلی و برای چه منظوری اینجوری ریختن یا تصادفی اینجوری ریخته. اینجا هم یه علامتی رو میبینیم. میریم صفحه 129. بریم صفحه 129 آخرین صفحه رو ببینیم. فکر میکنم این کتاب دست یه بچه افتاده یه زمانی و اون دلش خواسته که یه چیزایی رو بنویسه یا خط خطی بکنه و این کتاب رو به خصوص این دو صفحه‌ای که دیدیم، ممکنه صفحات زیادی هم باشه، یکی هم اینجا رو تلاش کرده خط بنویسه. ما هم همین کار رو میکنیم، البته روی کتاب های چیزایی می نویسیم، ولی امروزه کتاب ها چاپیه و ارزانه و مثل این کتاب های دستی خط نوشته بسیار گران نیست. خب برگردم صفحه کتاب رو بخوانیم ببینیم که چی میگه، موضوعش چی هست. با این کوتاهی باز هم 11 دقیقه صرف این کتاب شد. نناگولو حالا چی هستش نمیدونم، اینها رو هم که تقریبا تلاش کردیم بخونیم. این اگر همینجا بسم الله احتمالا در اینجا نوشته شده بوده، در این قسمتی که حالت لوزی داره و در چیز شده، برای همین از اینجا الحمدلله رب العالمین به کل نعمائه. اوکی، نعمائه و آله علی الدوام و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد سید الانام و علی آله و صحبه معید الاسلام. ای مؤمن، ای مؤمن گرنداش، ای مؤمن گرنداش، بیل کی یا bilgilen ki Allah Teala'nın nimetlerinden ve ibadetinden ulu nimet yoktur. Kullerine. Ulu nimet yoktur kullerine. حالا جمله رو بر اساس جمله های امروز ننوشته دیگه، مثل تقریبا صحبت کردن یه مولا نوشته. اینجا یه کلمه‌ای بوده احتمالاً از بین رفته، یا اینکه نقطه اینجا میبینم من و اینجا یه مقدار سفیدی، به نظرم یه کلمه‌ای بوده که از بین رفته. bu ایمانه و عبادت هر عاقل و بالغه کندویه بالغه، عاقل و بالغه. وقتی که آخر کلمه بالغه اوسون بشه یعنی که طرف مؤنث رو، جنس خانم و زن رو، دختر رو خطاب قرار داده. عاقل و بالغه. نمیدونم چرا عاقل و عاقله و بالغ و بالغه ننوشته. احتمالش این هستش که زن رو اصلا عاقل نمیدونسته، احتمالش هست، نمیدونم. bu ایمانه و عبادت هر عاقل و بالغه کندویه به خودش، کندویه فرض و واجب olan علمی تحصیل etmeden غیری وسیله دخی یکدر. اینجا میگه که به هر حال این بالغه هم میگه که یعنی زن، حالا این رو بجنم، عاقل مرد، بالغ زن. حالا احتمالا هم اینجا به معنی زن نیست اون بالغ. برای چی؟ به خاطر اینکه به ترکی داره مینویسه، من یهو رفتم عربی، این هم اشتباهه. bu ایمانه و عبادت هر عاقل و بالغه کندویه، بالغه یعنی هر بالغ olan insana، کندویه فرض و واجب olan علمی تحصیل etmeden غیری وسیله دخی یکدر. نگاه کنید میگه که هیچ چیزی به غیر از تحصیل علم واجب نیست برای انسان عاقل و بالغ. اله اول کشی که اله اول کشی، همون اینجا کشی به معنی انسان، انسان نه مرد، مرد مذکر نه، انسان. اله اول کشی
مرض جهالدن گورتولوب. احتمالا اینجا باید جهالتدن باشه، شاید هم همین باشه. من جهلدن، ببخشید این جهلدنه. ایله اولکشی مرض جهلدن گورتولوب نهج گویمیه و صراط مستقیمه چی؟ مستقیمه این همون بالغه. مستقیمه چی؟ فرض عالم. حالا اینجا یه چیزی نوشته بوده قبلا، بعد این رو تغییر کردن. احتمالاً هرس بوده، هرس. این رو بعداً خط زده، تلاش کرده بنویسه فرصت، به معنی فرس عالم. صلی الله علیه و آله و سلم. حضرتی جندریلوب مجهوله. جندریلوب دقیق خلقی دعوت edip doğru yol gösterdiğine kadem basıp ol yola suluk etmek müyesser olmaz. Ol yola suluk müyesser olmaz illa şul ilmi çi. Her kişiye farz ve vacip olup anı tahsil etmekle müyesser olur. İyle olsa bil ki bilinel ki bilinel ki ilmin yükleri ihtimalen büyükleri hastır. İlmin böyükler çi ve çü ve çetler çi. Hala اینجا یه چیزی رو موندیم. büyüklerini ilmin ulema hala اینجا یه کشیده هم این هستش. ilmilen yükerçi büyürçerni ve çekekleri ilmi توحیدden. حالا اینجا یه کلمه هستش که کاملا متوجه نمیشم. علمون yükerçi ve küçükleri çi ilmi, büyükleri çi ve küçükleri çi ilmi توحیدden sonra ilmi fikhidir. Çi din ve şeriat ilmidir. Zira که فرائض و واجبات و سنن و مستحسنات و آداب و مفسدات و مکروهات و فسق و صلاح و جمیع امور diniye müteallik olanlar ilmi fikhi ile bilinir. Eyle ol bilkil ki biline ki biline. حالا اینجا یه لام هم هستش. bilinel ki her kişi ki dar İslami'de olup kendiye farz ve vacip olan ilmiden gafil olup şeriatte fisk و salah nidükin bilmese salah nedükim bilmese ol kimse sünnet-i Resul'e mütabaat etmemiş olur ve dünya ve illa vallahu tebareke ve teala ondan herkes razı ola zikrün خارق‌العاده edip. حالا من اینجوری دارم میخوام. اولو ذکر ki خارق‌العاده edip gökdəki üçürüb və ol xaliqul ada etdiyi
کندیه مکر و استدراج olur. زیرا افگله اولان. حالا اینجا افگله چی هستش؟ زیرا فی افگله olur. Zira gele olan xariqülade vilayet olmaq yoktur. Eylə olsa bu əbd həqir مقر بالذنوب و تقصیر وقتی ki xalqın kendilərə farz və vacib olan ilmin tələbində qafil olmaların Vallahi Teala Hazretine yəqin ilticak nesnelerden i'raz edip eşgal mala ya'niye meşgul. Hala ya'niyeye meşgul olmalarını gördüm. حالا اینجا این یعنیه چی هستش اینم نمیدونم. بعضی کلمات رو میخونم ولی معنیشو متوجه نمیشم، برای اینکه ترکی من خیلی ضعیفه و این کلمات رو باید معناشو بررسی کرد، در لغتنامه ها جستجو کرد و پیدا کرد. یقین التجک nesnelerden اعراض edip اشغال مالا. حالا این یعنیه مشغول olmalarını gördüm, diledim ki خالصا مخلصا liveçhillah Teala ve mügerriben min rahmeti kendi nefsim için bir müqəddəmə düzem için به این صدا گذاشته. این جالبه. düzem için ve Allah Teala yolundan müngəti olan muxlis qərindaşlarım için bir müqəddəmə düzem ki müstecmi mesail olup ibadatidə nəf'i çox ola və şul qərindaşların izzəti azmi kitaplar okumaktan aciz olan ve şul قلنداشlar ki azmi kitaplar. حالا این azmi اینجا به چه معنیه اینم نمیدونم. azmi kitaplar okumaktan aciz bunda olan mesaile amel edip ilmi ibadatidə gayri kitaplara muhtaç olmayalar ve her meseleye ki müşkülleri hal edip bu hakire dua ede ve bu kitaba diyor ad. حالا اینجا چی بود؟ و bu کتابه اینجا اون کلمه چیز پاک شده، دوباره اون اسم کتاب اینجا اومده بوده اون پاک شده. خیلی عجیبه این خط اینجا جالبه. من یه چیز دیگری هم میبینم دوستان اینجا الان متوجه شدم. این کتاب رو خط کشی کردن با رنگ سیاه، سطرها رو خط کشی کردن که نویسنده روی این بنویسه. من حالا الان دارم به روشنی این رو میبینم. حالا اینجا این کلمه رو که پاک کردن، این خط که باید حروف روی اون نوشته بشه، کلمات روی اون نوشته بشه، یه مقدار دیده میشه. در این باعث شد که من الان نگاه میکنم به تمامی صفحات سطرهای قبلی، اون پشت زمینه این حروف و کلماتی که سیاه نوشته شده یه رنگ بسیار سیاه بسیار کم رنگی رو در پشت میبینم که این کشیده شده و خطا به خاطر همینه که احتمالاً
احتمالا در کتاب‌های قبلی هم بوده ولی من ندیدم. حالا از این به بعد دقت میکنم ببینم در کتاب‌های آینده یه چنین چیزی وجود داره یا نه. ولی خب به هر حال اینجا میبینم که این اسم کتاب رو دیو، یعنی اونجا گفته اسم کتاب رو آد وردوک والله تعالانın عنایت و نصرتیل جمع اتمسنه شروع ادب علم توحیده و علم عقاید متعلق olan مسائل امامی اعظم ابو حنیفه رحمت الله، اینجا ره نوشته، حنیفه رحمت الله کتاب اصول فقه اکبرندن و کتاب وصیتیندن و اصول غزنویدن، جالب این غزنویدن و کتاب اماددن و جواهر فقهدن و دخی شیخ حضرتlerinin رحمت الله رساله ایمانیه سندن نقل اولوندی و سایر عبادات متعلق olan مسائل مشهوره و گزیده‌لری اکثر یا مقدمه الغزنویده یا مقدمتن الغزنویدن و کتاب الوقایدن و کتاب القدوریدن و مختار الفتویدن و حالا اینجا یه چیزی هست و منیت المسلادن. حالا من اینو منیه میخونم احتمالاً و نیت هم میتونه باشه، نیت المسلادن و کتاب الاماددن و جواهر فقهدن و جامع فتوادن. حالا این فتوا میخونم من ولی فتویدن نوشته و جامع فتویدن و شروط صلاتدن و مشهور و معروف مثلا عرب müqeddemesinden مشهور و گزیده olan مسائل نقل اولوندی و bu مختصر 63 فصل üzredir. حالا این مختصر 63 فصل جمع اولوندی. اول کسی، این کلمه اول کسی متاسفانه رنگش تقریبا داره از بین میره. این تکنولوژی خیلی به ما کمک کرده که این کتاب ها رو در همین وضع دیگه، چون در آینده بیشتر از بین خواهد رفت، اینها رو عکس برداری بکنیم و نگه داریم. توحید beyanındadır. İkinci fasl akaid beyanındadır. Üçüncü fasl ilm talep etmek beyanındadır. این خیلی مهمه. dördüncü fasl فرض و واجب و مستحب و مستحسن و آداب و جواز و لا بأس و جواز لا بأس و فاسد و باطل و مکروه olanların beyanındadır. این هم به خیلی مهمه، برای اینکه من مثلا بعضی از اینها رو حتی در حوزه علمیه هم نخونده بودم. فرض و واجب. حالا فرض با واجب چیه؟ اینو فرقشو من نمیدونم. الان باید اینو آدم این کتاب رو بخونه. مستحب رو در حالا رساله های ملاها در ایران هم آدم میخونده. و مستحسن این رو هم میدونم چی هست. آداب جواز لا بأس. این لا بأس آیا خودش مستقل یا جواز لا بأسه نمیدونم. و فاسد چی هست، باطل چی هست، مکروه چی هست. نگاه کنه اینها هر کلمه یه تعریفی داره. در نتیجه شما با یه علم طرفید. حالا علم قبول نکنید هم شما با یه تعریف هایی طرفید که داره یه چیزی رو، یه موضوعه که جامعه باهاش درگیر هستش و بوده داره تعریف میکنه. خب علم چی هست؟ کار علم همینه دیگه. جامعه یه چیزا به یه چیزای اعتقاد داره یا به کارهای مبتلا هستش انجام میده، یا از این کارهای دوری میکنه، یا این کارهایی رو خیلی خوشش نمیاد، خیلی پسند نداره، بعضی کارها رو مجبوره، بعضی کارها رو مجبور نکنه، بعضی کارها رو مجبور بکنه، بعضی کارها رو تشویق میکنه، بعضی کارها رو تنبیه میکنه. اینها چیزهایی که داره تلاش میکنه تعریف بکنه. 5. فصل سولر حکمی در beyanındadır. آب. 6. فصل استنجانın کمی beyanındadır. کمی یعنی چگونگی. 7. فصل استنجانın کیفیتی beyanındadır. حالا اون کمی یعنی مقدارش، اینجا کیفیتش. حالا من اینو
قاطی کردم. 8 فصل صحرای اولان، صحراده اولان احتمالا استنجا سن بیان eder. 9. فصل استنجا ile استبرانون و استنفقانون فرقی بیانه. حالا اینا چی است؟ استبران و استنجا و استبران و استنگا، حالا اینا چی هستن؟ با چه فرقایی دارن؟ خب به هر حال کلمات بسیار پیچیده چیز هستن. 11. فصل misvak etmekin fazileti beyanındadır. 12. fasl اون 11. بود. 12. فصل misvakin keyfiyetin beyan eder. 13. فصل اینجا یه چیزی هستش که دستانın آبدستون، احتمالا این آبدستون فضیلتی beyanındadır. 14. فصل آبدستون keyfiyetinin beyanındadır. 15. فصل آبدستون مکروهاتی beyanındadır. 16. فصل آبدستون منحیاتی beyanındadır. 17. فصل آبدستی بozar nesnelerin، آبدستی بزار، اونا که از بین میبره، آبدست رو باطل میکنه. آبدستی بزار، پزماخ، ما الان تو آذربایجان پزماخ میگیم. پزار nesnelerin beyanındadır. اون خیلی از کلمات رو هم میشه اینجا یاد گرفت. 18. فصل غسلun beyanındadır. 19. فصل غسلun keyfiyeti beyanındadır. 20. فصل teyemmüm beyanındadır. 21. فصل o gün üzerine mesih etmek beyanındadır. حالا اینجا ok، اون چی هست؟ اونun üzerine. اون، من اینو باید اون بخونم برای اینکه این کیه. onun üzerine mesih etmek beyanındadır. 22. fasl yara üzerine, yara üzerine olan suruğa mes etmek beyanındadır. Suruğ mecmue sargı، اون چیزی که تنظیف یا هر چیزی که روی زخم میبندیم، حالا میخواید از روی اون مس بکنه. سروغ جمع سارخت یا سروغ. حالا ما سارخ میگیم در آذربایجان، اینجا سروغ یا سارغ گفته. احتمالاً ادبیش همینه، سارغ باشه. 23. فصل namazın vaktileri beyanındadır. 24. fasl mekruh olan vaktileri beyanındadır. 25. fasl azanın beyanındadır. 26. fasl namazın şartları beyanındadır. 27. fasl namazın sıfatları beyanındadır. 28. fasl hatun kişiler namazın necə qılmaq gerektir ani beyan eder. حالا یک فصل مشخصی برای خانم ها، خاتون کشیدن. خاتون kişiler namazın necə qılmaq gerektir ani beyan eder. 29. fasl namazda vacib olanların beyanındadır. 30. fasl namazın müstehebleri beyanındadır. 32. fasl اون اینجا شده 30 از 30 رفت به 32. حالا فصل namazda mekruh olanların beyanındadır. 33. fasl muhtelif olan şafiiye ne yerde şafiiye ne yerde iktida caiz و نه yerde caiz değildir anın beyanındadır. حالا رفت این چون حنفیه رفت به اینکه در شافعی، مذهب شافعی چی هست اونو داره میگه. پس اون حالا حنفی olan شافعیه، اینو من چی خوندم الان اینو درستش بکنم. حنفی olan شافعیه
نه yerdə iqtida Hənefi olan Şafiiyə nə yerdə iqtida caiz və nə yerdə caiz değildir ani beyan eder. 36. چطوری رفت تو اینجا فصل فرضیه 72 yetişməyi fərziyə yetişməyi beyan eder. 37. fasl tertib فوت olmuş namazi ve iskat salavati beyan eder یا iskat salati. حالا این سلات رو چون عربی سلات کلمه البته این صلواتی احتمال میگم که صلوات همون صلوات باشه. صلواتی بیان eder. 38. فصل. حالا چجوری رفت تو 38 37 38 اوکی. خسته نمازین بیان eder. خسته همون مریض بیان eder. 39. فصل sünnetleri beyan eder. 40. fasl teravihi beyan eder. 41. fasl vetr namazın beyan eder. 42. fasl secde-i sahvi beyan eder. 43. fasl secde-i telave beyan eder. 44. fasl namazda Kur'an okumayı beyan eder. 45. fasl zilletül gari beyan eder. این ذلت با رزه هستش، نمیدونم به معنی چی هست. ذلت الگاری گاری بیان eder. 6. فصل مسافر نمازین بیان eder. 47. فصل نماز جماعت جمع نمازین بیان eder. 48. فصل iki bayram namazların beyan eder. İki bayram. Biri Eid-i Fitr, iki Eid-i Kurban. İhtimal میدم. 50. فصل istisqa namazın beyan eder. istisqa باران. حالا فکر میکنم اونه، نمیدونم دقیقا. 51. فصل صلوات. حالا این صلوات با اون صلوات بالا از نظر املایی فرق داره. اینجا با تی بگیم ه دو نقطه داره بالاش، اون نوشته، ولی در بالا با ت کشیده توت نوشته بود. salat الخوفی بیان eder. 52. fasl olur hükmün beyan eder. olur hükmün احتمالاً ölür باشه، احتمال میدم، نمیدونم، من اولور میخونم. اولور نوشته. اولور hükmün beyan eder. 53. fasl tekfin، بله ölünün ölür hükmün beyan eder. 53. fasl tekfin beyan eder. tekfin kefen کردن. 54. fasl cenaze namazı beyan eder. 55. fasl şehitler hükmün beyan eder. 56. fasl orucu beyan eder. 57. fasl kişi nesille orucun yesene lazım gelir ani beyan eder. حالا اینجا یه چیزی نوشته که نمیتونم بخونم. کشی نسیله، حالا نمیدونم یعنی چی، احتمالا نه سببیله باشه، نه سبب له. orucun yiyene lazım gelir yiyene orucun yiyene lazım gelir ani beyan eder. حالا این جمله رو احتمالا غلط خوندم، متوجه نمیشم اینجا یعنی چی. من اینو اگه بخونم مثلا اینجوری میفهمم. حالا کشی نه سبب له، اینو اینجوری میتونم، یا نسیان له. اوکی شد، حالا پیدا کردم. کشی نسیان له orucun gese نه لازم gelir onu beyan eder. نسیان یعنی از روی فراموشی. 58. فصل کشی قصد له orucun gese نه لازم gelir onu beyan. حالا قصد اونجا نسیان بود،
اینجا از روی عمد آگاهانه علی تو کوزینجی فصل ارجده گسمغن اصلا بیانه در. حالا گسمغ میدونیم امروز هم گسماخ میگیم دیگه، گسماخ یا گسماخ. گسمغن اصل بیانه در. حالا گسماخ استفراغ کردن، الان فکر کنم در فارسی اینو به کار میبرن، فکر کنم فارسا ندارن یه چین کلمه برای گسماخ. 60. فصل کشی سومن اور غور کشی سومن اورلیست کشی سومن او üzürleye kişi سومن üzürleye نه لازم گرور آنه به. حالا اینجا این خونده نمیشه، اینو میتونیم همین بریم صفحه مثلا 60 فصل 60 اینو درک بکنیم که این چی هستش. üzürle yese. حالا این سومن، اوکی، سومن یعنی روزه، سوم عربیشه. کişi سومن üzürle yese نه لازم گلور آنی بیانه در. 61. فصل مسائل متفرقه بیانه در. 62. فصل صدقه فطری بیانه در و 64. فصل 63. فصل توبه و خلایگون lisanları üzerine cari olan الفاظ بیان در. فصل اول فی توحید. حالا رفت به توحید بیان بکنه که ما تقریبا این کتاب رو خوندیم. اگر من صفحه بتونم فصل 50 رو پیدا بکنم خیلی عالی میشه. برم صفحه، الان چند ساعته داریم میخونیم؟ 42 دقیقه است. برم صفحه 50، یعنی این کتاب گفتیم 200 حدوداً 50 صفحه است. من برم روی صفحه 50 کتاب، میشه 25. خب این 25 اینجا. و ذکرین صغه و ذکرین صغه اگر کم چگرسه تاشله سیله. و ذکرین، اینجا ذکرین آلت تناسلی مرد، احتمال میدم این باشه برای اینکه دارم جمله رو از یه جایی شروع میکنم دیگه. آندن سونرا حالا و خیلی همه کلمات رو معنی کرده. ما اومدیم اینجا دیگه این کلمات رو معنیشو نمیدونیم. به نظرم خط اینجا یه مقدار تغییر کرده، یه مقدار بدتر شده. آندن سونرا ننخنخ تنخنخ اده. حالا این تنخنخ تنخنمخ تنخنخ اده حکمخ حکنا تنخنخ اده sağ ayağıyla ondan sol ayağına nöbetince sağ ayağın sol ayağına nöbetince yere üre ve bir vasi olursa ve yer vasi olursa bir miktar yürüye ve gernin ve göbeğin mesh edip sığa. Karnın ve göbeğin mesh edip الان منم اینجا رو ببخشید شکم ما mesh edip sığa. sığmak ماساژ دادن. صیغه و ذکرین صیغه گفتم آلت مردانه. اگر کم چیگرسه تاشلریله سیله. حالا اگه یه چیزی اومد با سنگ این رو پاک بکنه. سیره
دیواره و یا آغجه سیلمیه. دیوارا و یا آغجه دیواره و یا آغجه سیلمیه. اون چیزی که از بدن انسان دفع میکنه اون رو به دیوار و درخت نماله. Bu zikr olunanlar dahi şart lazım değildir. Haman asli budur ki kendiye ilmi gelir ki bunun eseri kalmayıp zail olduğuna yakin gele. Dahi su ile istinca etmek bir gayri yere otura yani istifrag ettiği yerde oturmaya. Su ile istinca ettiği zamanda bu bir yüksekcek yerde otura. Ma müsteamileden hazar eyle ede و فرجینی. حالا اینجا به حالت زنانه خانم ها اشاره میکنم. و فرجینی bir خرگه ایله گروده. خرگه با یک پارچه بگیم. حالا خرگه در اصل لباسه. یه با خرگه ای فرجش رو خشک بکنه. و گچان کی فارغ اول و گچان هرچان یعنی و گچان کی فارغ اول استنجا ettiği elini دیواره و یا خود یره سوره. حالا اون دستش هم باید بماله به یه چیزی. و او ده اگر اول دیوار اگر ارده اگر اوردا اگر اورده اگر اول دیوار و yer پاک ise پاک دگل sürmek lazım دگلدür همان su ile yüye. حالا دستشو نمیدونم چرا میگه اول چیز بماله بعد بشوره. این دیگه اینم صفحه 50 کتاب. بریم صفحه 100 کتاب دوستان. صفحه 100 این هم صفحه 100 کتاب. اینجا دوباره خط یه مقدار تغییر کرد. به نظرم جالب تره این خط، بهتر از اون خط قبلی که در اون صفحه خوندیم. مسئله اقامتون اولینده و آخرینده دخی نسنه زیاده ایلمیه. مثلا صلوات gibi و دخی غیر نسنه gibi زیرا که محلی دگلدür. ازانی انزل ازانی انزل eden ملکه و کتب fikiyenin cem'ine muhaliftir ve şul nesne ki kütüb-i fikiyede olmaya onu ziyade etmek Sa'd muhaliftir. Sünnete ihtimala. Elbette این sünnet هم نیست. سمت مخالفtir. سمت مخالفtir. یعنی این چی نمیدونم چی میشه. و سنت همین سنت باید باشه. فکر میکنم این تشدید نقطه و اینا چی شده. سنت مخالفtir و سنت مخالف olan خطاdır زیرا چی Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ümmeti men temesseke be sünneti. Ümmeti benim ümmetim men temesseke be sünneti. امت حالا تعریف میکنه امت چی هست؟ میگه اونها که به سنت من عمل بکنن. حالا سنت حضرت محمد چیه؟ بسیاری از سنت هایی که به حضرت محمد نسبت میدیم و حضرت محمد اونها رو انجام میداده، اینها آداب و رسوم تاریخی عرب بوده، ملت عرب بوده، یا امت، حالا امت نگیم، ملت عرب بوده. مسئله حالا اینم رد شد، از این سفرم خوندیم، کتاب ترکی جالبی. بریم صفحه
75 این بریم اگه خیلی خوب میشه. خب ببینیم که اول مسئله از کجا شروع میشه. از همونجا مسئلتون وتر نمازی امام ابو حنیفه گتنده رحمه الله ریه واجبدür. میگه نماز وتر واجبه در نزد گتنده، یعنی گاتندا، یعنی در نزد ایشون واجبدür و امامین گتنده، دو تا امام دیگه، حالا ابو حنیفه بود، اون یکی هم اون دوتای دیگه که حالا اسمشون الان ذهنم رفت. واجبدür و امامین گتنده رحمهم الله تعالی سنتدür. میگه سنت هست. این گفته ابو حنیفه گفته واجبه، اون دوتای دیگه گفتن که سنته. 4 تا امام داریم دیگه در سنی. و ثمره خلاف bundan olur ki bir kimsene sabah namazına iftitah etse, اگر وتر namazını qılmadığını zikr eyləsə, İmam Əbu Hənifə rəhməllah qətində sabah namazı caiz ölmez. اول میگه حالا اون وتر رو باید بخونه. اگر کیم وقتinde وسعت واریسه، یعنی صاحب ترتیب ایسه و امامین قتinde رحمهم الله تعالی caizdir. Zira ki onların qətində sünnətdir. Kitab-ül Gaz nəvidə böyle Kitab-ül Gaz nəvidə böylədir. Məsələ və qiraətində daxi sünnət budur ki, əvvəl rəkətdə Fatihə və səbbih ismi Rabbikə və ikincidə Qulya və üçüncüdə bir kərə İxlas oxuya. حالا این قلیا یه سوره ای هستش اولش با این شروع میشه، الان من ذهنم نمیاد. و üçüncüdə bir kere İxlas oxuya, همون ki qul huvallahu ahad. Amma bunun üzerine mu'tad olmaya gahi غیر sureler dahi oxuya. معتاد اینجا عادت به معنی عادت نکنه به اینجوری. میگه بعضی سوره های دیگر رو هم باید بخونه. حالا فصل فی سجدت السهو، اینم ازش بگذاریم. اون دیگه کتاب اینجا ترکی، بریم صفحه 100 PDF 50 صفحه داریم میریم. اینم کتاب اینجا خطش دیگه بهتر شد، کت کلوفتر می نویسه. بریم صفحه 100 از اینجا عربی شو ولش بکنیم، زیر عربی ببینیم چی نفته. حالا اینجا ارحم الراحمین داره. بعدهو نماز میت رو داشته میگفته و iki elin tekbir ile bile gollerin beraberliğine kaldıra, ondan sonra göbeği altına gur ve sena ahirine degen guru senai ahirine degen okuya, ondan sonra Allahu Ekber deyip salavat okuya. حالا این صلات میت دیگه، نماز میت رو داره توضیح میده که من ازش میگذرم ببینم اینجا چیه. بعدهو dördüncü tekbiri edip anda nesne ogumiye، همان iki جانبه سلام vere. مسئله اگر امام 5. تکبیری جماعت، حالا اینجا cemaat ona tabi olmayalar, ama imame zafr ibab, ama imam
زفر گتینده. این امام زفر کیه نمیدونم. رحمه الله تابع اولولر. حالا اینجا یه امام رو آورده که من نمیدونم امام زفر چی هسته. زفر احتمالا زفر با رزه هستش، در نتیجه این زفر به اون معنی نیست. این یه اسم جدیده که نمیدونم ترکی هست، عربیه یا یه جای دیگه هست، اینو نمیدونم. خب اینجا به نماز میت رسید و ما میریم صفحه 125 که دیگه آخرین صفحه ها رو میشه از اونجا به بعدش رفت. صفحه 125 ببینیم چی گفته. اگه بتونیم منصور ماتوریدی رحمه الله ایدر بیرین دیر دیسه که bu zamanın padişahı adildir tahqiqan kafir olur. Olmaz dahi bazılar dedi. Lealle yekunu adilen bin nisbeti ila şeyin vahidin mesele. Bir kişi yalan söyler, bir kişi dahi ayeti ki yalanın Allah mübarek eylesin kafir olur. حالا این چیه؟ چرا کافر شد به خاطر یالان؟ حالا اینجا دوستان یه کتاب رو از وسط نمیشه خوند. اینو یه مسئله قدیمی هستش دیگه، چون که با متون آن آشنا نیستیم، با تعاریف آن آشنا نیستیم، در نتیجه میتونیم درک غلطی از چیز داشته باشیم، کتاب داشته باشیم. من تلاش کردم و تلاش میکنم حالا این صفحه آخر رو بخونم، برای اینکه میخوام اگر شد یک دلیلی پیدا بکنم. حالا اول که 2-3 صفحه رو خوندیم چیزی نبود، دوباره برمیگردم نگاه بکنم تاریخی بشه از این کتاب در آورد. و şəhd o salihlərlə yoldaş olub bəvvaya kəriminin mənasız məzhər düşmək dilərsək qalə əstəqul qailin və mən يتعالله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا. و دخی bu alemde iki dilersen ki qalbün Allah Teala'nın cemal şerifine mirat ola ve dahi qalbün Allah Teala'nın cemal şerifine mirat ola, mirat ayet ola ve dahi Allah Teala'nın zati ve sıfatı ve afali anda tecelli ve zuhur eliye netikim mesela enbiya ve evliyanın kalplerinde tecelli ve zuhur ettiği gibi dahi bu alemde iken bu lezzeti ruhani. حالا لذت رو اینجا با تی گرد نوشته. bu lezzeti ruhani ile ki اتم و افضل لذات روحانیه در. اینجا لذات رو با ز ر نوشته، احتمالا اینو بعدن پاک کردن، یه جوری هستش که به نظرم میاد که اینجوری، ولی اونجا درست نوشته بود. نمیتونه حالا با فاصله 5 حرف غلط نوشته باشه. فکر کنم همون یه مقدار دالزه رو کشیده دیگه. لذات روحانیه در مغتنم اولب و دخی دار آخرت انبیا و اولیاء الله تعالانın cemali müşahedesinin lezzetine müstagrik olup dahi sair lezzatiyle ki ma la eyne ra'at ve la uzune sem'at ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب ولا خطر على قلب بشر مغتنم olup iki cahanide lezzetin talep edersen senin için bir kitap
düzüp yazdım ki her can ki bu kitap ile العدل اولسن. حالا اینجا یه چیزی نوشته که این چیز مونده، آتل اولوب بلنل کی آنات الله اینم باشه. این آنا نوشته ولی الله به نظر میاد باشه. Allah Teala'nın inayeti ve hidayeti mugarin olmuştur ve tariq ve turuq zelaliden beyid olup kitab Allah ile ve dahi sünnet Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem تقاضای شرع üzere ne amel etmiş olursan dar fenaden dar begaya selametle gidersen inşallah Teala. حالا اینجا یه تاریخ نوشته صاحب و مالک ابراهیم 1134. اینجا 1134 رو زده تاریخ به عنوان کسی که این رو در این تاریخ خریده یا در این تاریخ زده. ممکنه قبلا خریده باشه، حالا در این تاریخ اینو چیز زده باشه. من اگه بشه بتونم یه مقدار عقب‌تر برم ببینم شاید بشه. نه اینجاها دیگه داره حکم بیان میکنه، نمیتونه در اینجاها مسلمان olur ama gayri kelime-i küfri söylemeyip cem-i ibadati batil olup namazlarını ve oruçlarını gir ve iade etmek lazım olduğu gibi bu kişiye lazım olmaz gengi sözden. حالا این گنغی چی هستش نمیدونم. گنغی sözden küfür lazım geldikten bilmedik için ol zikrin olunan dua budur. حالا اینم اللهم اینا دیگه ربطی به اون چیز نداره. حالا من دوباره میرم اول این کتاب ببینم که آیا میتونیم اینجا یه تاریخی از این کتاب در بیاریم که بشه. این اوایل رو خوندیم، تا صفحه اینجا رو خوندیم، چیزی در اون باره حتی به شاه ها هم اشاره نکرده. این کتاب حداقل در 1100 چند گفت این صاحب کتاب 1134 حداقل این 300 سال 310 سال حداقل سابقه این کتاب هست. به نظر من میاد این کتاب بیش از 400 سال سابقه داشته باشه. احتمال میدم شایدم بیشتر در دوره عثمانی نوشته شده. دوستانی که خطشناس هستن یا با کتاب ها بیشتر آشنا هستن با این کتاب های دستی خطی میتونن با مقایسه نوع خط و مراحلی که در دولت عثمانی خطاطی میکردن بتونن براش تاریخ تعیین بکنن. من متاسفانه در این زمینه هم بیسوادم مثل زمینه‌های قبلی. خب این که بیش از 1 ساعت و 4 دقیقه هستش که این برنامه 105 دوام داره. به نظر من کتاب بسیار جالبی هست. کسایی که بخوان از یک منبع قدیمی تر آداب مربوط به آداب نگیم در رابطه با توحید یه چیزایی رو بخونن میتونن به صفحه بگیم که 8 کتاب مراجعه بکنن. از اینجا در رابطه با توحید یک اطلاعات ذی قیمتی رو در اون مسئله میده و بعد میره به سراغ شرعیات، روزه و نماز و احکام اینجور چیزها. فکر میکنم که اگر شما هم بخواید، خود من هم اگه بخوام یاد بگیرم باید به این کتاب آدم مراجعه بکنه، برای اینکه اولا به زبان ترکی هستش، ثانیاً خیلی ساده نوشته
سوماً کتاب مثل کتاب‌های فقهی نیست، خیلی ساده تره، به خطش خیلی خوانا نوشته شده. همونطور که ملاحظه کردید من با آنکه در خواندن کتاب‌های ترکی دستی خطی قدیمی تازه کارم، تازه شروع کردم، 105 جلسه هستش که دارم تلاش میکنم اینها رو بخونم، اما دیدید که بعضی از کلمات رو نتونستم بخونم. شاید در این 10 صفحه‌ای که خوندم در این 1 ساعت که خیلی زیاده، بد نیست، فکر میکنم مثلا 10 کلمه رو نتونستم بخونم که خب طبیعیه آدم اگه کتاب رو از اول شروع بکنه به آخر بخونه، همونطور که در یه جایی عرض کردم مثلا میشه این کلمه رو که اینجا نتونستم بخونم اگه به فصلش مراجعه بکنم به راحتی میتونم بفهمم که مثلا اون چی بود. مثلا اینجا در صفحه 5 اگه فکر کنم الالتینجی فکر کنم یکی از اینجا سومن üzeriyle yese اونم که متوجه شدیم چی بود. یکی جایی بود که نتونستم 46. 51. 48. 50 از 48 رفته به 50. فصل istisqa namazın beyanındadır. یه جایی اینجاها یه کلمه بود که گفتیم میشه به راحتی، همین فکر کنم همین بود، 60. بود، kişi soğumun üzeriyle yese ne lazım gelir. اینو نتونستیم بخونیم که حالا گفتیم اینو میشه به راحتی رفت مثلا تو همون فصل 60 مثلا به راحتی این رو پیدا کرد و خوند. مثلا اینجا فکر کنم که مثلا میشه اینجا به راحتی اینجا دوباره با همون صفحه مواجه شدیم که متاسفانه خیلی آسیب دیده. به نظر من این برای یادگیری لغات ترکی فقهی بسیار کتاب مناسبیه، میشه ازش استفاده کرد و لغات فقهی رو به ترکی هم یاد گرفت. فصل فی الصوم مسئلتون صوم لغت مطلق امساکدür. معنی کرد صوم یعنی چی؟ لغت در لغت مطلق امساک، امساک خودداری کردن و شریعت در، حالا در این لغت امساک در شریعت یعنی در این چیزایی که ملاها درست کردن، صوم دیگه yemeği içmeyi و جماعی ترک etmek دور. این سه کار رو نباید انجام بدید. البته چند تای دیگر هم علاوه خواهد کرد قاعدتا، مثل دروغ گفتن و بهتان و نمیدونم از این حرفا، ولی اینجا زنا و اینها میگه که در شریعت هم اینه که صوم دیو یمعی، چون روزه هست باید خوردن، آشامیدن و جماع کردن، رابطه جنسی رو ترک بکنه. تمام. خب فکر کنم همین اندازه کافی هستش. روز خوبی رو برای همه دوستان و کسانی که علاقمند به خواندن کتاب‌های ترکی خطی قدیمی تخصصی و علمی هستند آرزوی موفقیت بکنم و بگم که نترسید، شروع بکنید. من شروع کردم و الان میتونم بعضی از کتاب‌ها رو خیلی راحت تر بخونم. در روزهای قبل، سالهای قبل من میترسیدم مثلا یک کتاب خطی رو باز بکنم، ولی الان افتخار میکنم که به این مرحله رسیدم که میتونم در 1 ساعت بیش از 10 صفحه رو بخونم از یک کتاب دستی قدیمی تخصصی علمی یا دینی، این رو بخونم. به هر حال روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.